داستان کربلا یکی از تأثیرگذارترین و غم‌انگیزترین رویدادهای تاریخ اسلام است که در سال 61 هجری قمری در سرزمین کربلا رخ داد. این واقعه نمادی از مبارزه میان حق و باطل، عدالت و ظلم و ایمان و دنیاطلبی است. پس از وفات پیامبر اسلام حضرت محمد، اختلافاتی در میان مسلمانان درباره رهبری جامعه به وجود آمد. سالها بعد امام حسین نوه پیامبر و فرزند امام علی و حضرت فاطمه در برابر حکومت ظلم و فساد ایستادگی کرد. در آن زمان یزید بن معاویه به عنوان خلیفه بر مسلمانان حکومت می‌کرد. او فردی بود که بسیاری از ارزش‌های اسلامی را زیر پا گذاشته بود. یزید از امام حسین خواست که با او بیعت کند، اما امام حسین این بیعت را نپذیرفت، زیرا آن را تایید ظلم و فساد می‌دانست. مردم شهر کوفه نامه‌های زیادی برای امام حسین نوشتند و از او خواستند که به عراق بیاید و رهبری آنها را بر عهده بگیرد. امام حسین به دعوت آنها پاسخ داد و همراه خانواده و یارانش از مکه به سمت کوفه حرکت کرد. اما در بین راه خبر رسید که مردم کوفه عهد خود را شکستند و نماینده امام مسلم بن عقیل به شهادت رسیده است. سپاه یزید به فرماندهی عبیدالله بن زیاد و عمر بن سعد راه را بر امام حسین بستند و او را در سرزمین کربلا محاصره کردند. تعداد یاران امام بسیار کم بود، حدود 72 نفر، در حالی که سپاه دشمن هزاران نفر بودند. در روز 10 محرم که به عاشورا معروف است، جنگ آغاز شد. یاران امام حسین یکی پس از دیگری با شجاعت جنگیدند و به شهادت رسیدند. در میان آنها جوانان و بزرگان بسیاری بودند، از جمله حضرت عباس برادر وفادار امام که برای آوردن آب به خیمه ها رفت اما به شهادت رسید. امام حسین در نهایت تنها ماند، اما با شجاعت و ایمان تا آخرین لحظه جنگید. او در حالی که تشنه و خسته بود در میدان جنگ ایستادگی کرد و سرانجام به شهادت رسید. شهادت او قلب تاریخ را لرزاند و پیام آزادی، عدالت و مقاومت را برای همیشه زنده نگه داشت. پس از شهادت امام حسین، خانواده او از جمله حضرت زینب به اسارت برده شدند. حضرت زینب با سخنرانی‌های شجاعانه خود در کوفه و شام حقیقت واقعه کربلا را افشا کرد و اجازه نداد پیام این قیام خاموش شود. واقعه کربلا تنها یک جنگ نبود، بلکه درسی بزرگ برای تمام انسان است. درسی درباره ایستادگی در برابر ظلم، حتی اگر تعداد یاران کم باشد. پیام امام حسینی